سلام، خوش اومدید به چنل گیم جبین. من مهجبین هستم و امروز قرار گیم پلی پارت اول بازی کاپهد رو براتون بذارم. حالا چرا این بازی رو انتخاب کردم؟ چون یه بازی که خیلی دوستش دارم، توش خوبم و چند بار تمومش کردم و فکر میکنم توی کامیونیتی ایرانی خیلی طرفدار داره. توی این قسمت من جزیره اول بازی رو میگذارم و یه سری راهکارا و ترفندایی هم که خودم استفاده میکنم رو بهتون میگم. پس حتما پیشنهاد میکنم که این گیم پلی رو تماشا کنید. بزن بریم. خب این نسخه ای که من دارم نسخه DLCه، همونطور که میبینید قبلا تمومش کردم. میریم که بریم جلو با کاپهد یا ماکمد. کاپهد of course کاپهد. اینم داستان قشنگ Don't deal with the devil. داستانشو میدونین دیگه، دو تا داداش بودن که با شیطان قمار کردن توی یه کازینو و روحشون رو فروختن و به فنا رفتن. مثل این که از زیر دین شیطان در بیان باید برن و روح تک تک افراد جزیره رو اون قراردادش انگار برای شیطان بیارن تا شیطان رضایت بده که تو رو خدا مثلا ما رو به فنا نده. با یه اردنگی پرتش میکرد بیرون. بس این اول توتوریال بازی یه از اینا میگذریم. اصلا این بازی نابودت میکنه، انقدر این بازی قشنگه، ولی گول خوشگلیش خب نخوره. خودتون بهتر از من میدونین دیگه. ببینیم کل استیوی چی میگه. آها، آره داره در مورد این مرحله راننگان حرف میزنه و 3 تا سکه به ما بشه. بریم ببینیم که آقای خود چه چیزی برای فروش داره. 4 تا سکه داریم. هارت، سپرد. در مورد این پیرها یه توضیح بدم. این چیسر که سبزه دشمن رو هر جایی که باشید پیدا میکنه، هر جایی که باشه پیدا میکنه، ولی قدرتش کمه. این دهنتون رو سرویس میکنه تا یکی رو بکشه. این سپرد قدرت زیادی داره ولی شورت رنجه، یعنی اون انمی باید در نزدیکی تو باشه که بتونی باهاش این رو نابود کنی. سموک بام، راوند اباوت. چیزی که من اینجا میخرم راوند اباوته. یه پیری هست حالت بومرنگ داره. شات یکم که پیشوتره، هیچی، همون معمولی که هست. این رو به عنوان بی در نظر میگیریم. سوپر هم که فعلا نداریم. خب اول از همه بیاییم با این شروع کنیم. نه، روپی لاگرانده، روز آف نوبس. بریم ببینیم که چی میگه. یاسنه این دهن سرویس. این بهتر اینجا جواب میده واسه این داداشمون. سگ تو قیافت. نمیدونم چرا این کار میکنم. یعنی واقعا من توی این باید بمیرم. خیلی وقت بازی نکردم و گن میزنم. وای دهنت سرویس. و الان دیگه میره تو فاز قبر. الان دیگه سنگ قبرش دنبالمونه. مواظب باش که نخوری به این. خیلی آسون. آره میگم باس‌های این جزیره کلا دستگرمی هن. هرچند که خورده ریدم ولی خب
امتیاز بی رو گرفتم. دیگه من قول نو دمیج به کسی ندادم. خب یه پلی باز شد. قرارداد روح این یارو رو گرفتیم. این راننگان رو بعداً میرم بچه ها، واقعا به لحاظ روانی آماده نیستم. خب این پیازه. پیازونن اینا. خوردم. الان پیاز اشکریزمون میاد. موضوع باش اشکاش روت نریزه. دیگه این هویجه یه خورده رو مخه. سرویس. بمیر دیگه، بمیر داداش بمیر. یا تو قدوس نگاه کن. لعنت بهت. یعنی واقعا دهنت سرویس. بمیر آشغال، بمیر آشغال، بمیر. هرس نده برو انقدر دیگه، بمیر. آفرین. 1 دقیقه و نیم. A ماینس هم بد نیست، از بی بهتره. قرارداد اینو هم گرفتیم. بریم سراغ این بکه عصبانی. آها داره از شیطون شکایت میکنه. بریم ریبی اند کروکس، 2 تا برادر قورباغه که مشتم میزنن و خوش بگذره بهم. به نظرم اینجا از این استفاده کنم. وای 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 وای. What the fuck. شما فقط اون پس زمینه رو ببینید چه خبره. دهنم سرویس شد. وای زهر ما پنکت رو خاموش کن. بدترین فازش همینه. با همین پیشوتر ما میریم جلو، بهترم هست. وای از همون اول شروع کردی.
این قشنگ انگشت اشاره دستم درد میکنه الان. دیگه پری رو بیخیال میشم، من فقط میخوام بکشم تا باز بعدی. وای 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 بدترینش این تایگر است. باید حواست باشه از کجا تیش میاد، بپری روشون. تایگر نباشه، تایگر نباشه. That's okay. میگن این باسای این جزیره فقط در حد دستگرمی هست. هم که نکردم و دستم درد نکنم. بریم ببینیم دیگه کی مونده. یه مازولیم هم هست اینجا که یکی از قابلیت‌های سوپر ما رو بهمون میده. این آهنگ اینجا رو خیلی دوست دارم. مازولیم 1. The ghouls are out tonight. عاشق قیافه مسخره این رفام. نباید بذاریم به مستر کلیس برسن. کجا داری میای؟ سه دیگه بابا، چقدر روح میاد. او بزرگ عصبانی بود. Victory! همون یه سوپر یه قابلیت خوب. بریم خودمون رو مجهز بکنیم به سوپر. فکر کنم از اینجا میشه رفت یه جای دیگه. ها، چون که من دارم نسخه DLC رو بازی میکنم، میتونی از اینجا اصلا یه راست مستقیم بری به جزیره 4 که DLC اونجا اتفاق میافته. خب به این جزیره ما 2 مرحله راننگان داریم که به دلایل مشخصی حوصله‌شون ندارم. مثلا اون گله که میرقصید کجاست؟ واستا یه دقیقه، واستا. نه باید همین راننگان رو برم. مراحل راننگان به مراتب از باس فایت ها سخت‌ترن بچه ها، یعنی شاید باورتون نشه شما باید همزمان دهن یه عده خیلی زیادی رو سرویس کنی. کثافت دنبالت میان بابا، ولم کن آشغال کله، ولم کن و همزمان سکه ها هم بگیری.
یعنی قشنگ احساس میکنی که فیوز هیچ شانسی ندارم اینجا. وای همه طرف یکی میاد. چقدر آشغال. شت نگاه کن کجا بودم. میمیرم این اصلا 1% هم شک نکن که بنده میمیرم. نمردم. دهنم سرویس شد. چیز بدتر از این وارنگان ها نیست. خوشبختانه 5 تا سکه رو گرفتم و میرم الان چیسر رو میخرم. فوتر دوممون رو این چیسر میذاریم. میریم اینجا. مازولیم تعطیله چون که ما اونو اینجا یه راه مخفی هست بچه. انقدر من این بازی رو رفتم که این راه مخفی رو هم میشناسم. میریم سراغ این گل رقصان. Technic Carnation in Floral Fury. Oh, for a swell battle. عاشق آهنگ اینم. رقص مسخره‌اش. باید خیلی حواست باشه که دهنت سرویس. باشه میپرم اینقدر. برای من توضیح بدید چرا اینقدر من میپرم. پدرت لعنت چقدر تکون میخوری. چقدر میمیرم. تو این کگنی کارنیشن من نباید بمیرم دیگه. واقعا مایه خجالته که من بمیرم. چه خبره؟ آره عصبانی میشه الان دیگه. میره تو فاز کله خرابیش. آره موهاشو کشید. موهاشو اونا برگاشتن. عمت برقص. یک تو قیافت. سگ تو قیافت آشغال. از اول با تمرکز. قیافت گوگلی نکن. هر چیزی هست غیر از گوگلی. خاک تو سرم. خاک تو سر کورم. شاید باید از اون بومرنگی استفاده کنم. نمیدونم. عجیبه.
موهاتو نکش. بمیر بمیر دیگه آشغال. بمیر سر جدت بمیر. دای وای نه 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 نه. چه خدا. آره بالاخره مردی آشغال. بالاخره مردی. کشتی منو کشتی. ترسم دار. از کگنی کارنیشن سخت‌تر رو ما هنوز نرفتیم سراغش. خب بریم سراغ این مرحله رانندگان بعدی که به مراتب سخت‌تره. لعنت. فهمیدم. فعلا بریم سراغ همین پیشوتر. اینجا یه آره با مرض گن زدی زن. خدایا کاملا بی خیال اون سکه میشم. یه سکرم نتونستم بگیرم ولی برام مهم نیست اصلا. فقط تموم شه این راننگان مسخره. بی ماینسم بعد سرم. فقط یکی اینجا مونده که من سراغش نرفتم و اونم کسی نیست جز هیلدا، خانم هواپیماییان. بذار ببینیم یارو چه حرفی بر گفتن داره. ببینم
با ایکس هم که کوچولو میشه که به خصوص توی این باس خیلی مهمه. بریم آخریش که قرار حسابی هرسم بده، چون این هیلدابرگ سخت‌ترین باس این جزیره است. و به اون خنده هاش نخور. تبدیل میشه به صور فلکی و این گاوه باید نخوری بهش دیگه. هر جا میبینی که یه مکسی کرد سریع از جلوش فرار کن. انا سرویس خیلده سریع فرار کن موقعی که دیدی داره خودشو باد میکنه. اوی دیت من باید تمام هم و غممو نگه دارم برای فاز آخر. اینم فاز آخرشه و سخت‌ترین فازشه. اصلا قبل از اینکه فاز بخواد شروع بشه من مردم. اگه شانس با هم رو باشه میتونم شانس با هم جور باشه میتونم این خانم رو سریع بکشم. وقتی که داره خودشو باد میکنه سریع ازش فاصله بگیر. این گاوه هم آسونه. هر جا دیدی یه مکسی کرد سریع جا خالی بده. آره کلا مهارت جا خالی دادن رو تو باید تو این بازی یاد بگیری، از بس که در هم بر همه چی. این قشنگ نزدیک بود خدا بهم اوه اینا خیلی سختن. وای شت وای ایلدا الهی فقط چیبه موسیبن جعفر قسم که خیلی چیز رو مخی هستی. اگه با 3 تا جون بیایی فاز آخر خیلی بهتره. این سفینه های فضایی که میاد قشنگ باید از نورش فرار کنی. God help me. نگاه کن. از این میسوزم. با اینم کوچولو میشه. اوکی. پشتمه
بکش. شاید باورت نشه این سخت‌تر بود از مگنیکارنیشن، ولی تو اون من بیشتر دهنم سرویس شد. نمیدونم. امتیاز A هم گرفتم. جزیره اول کاپهد تموم شد و همه بازها رو زدیم، همه مراحل راننگان رو رفتیم. منتظر قسمت بعدی باشید که میریم سراغ جزیره دوم. هیچی دیگه، اگه از هرس خوردن من لذت بردید چنل رو سابسکرایب کنید، بقیه ویدیوها رو هم ببینید. دمتونم گرم.